بله. وارد میشویم با پای چپ در بیت مقام عظمای ولایت برای صرف 2 فنجان ترکمان چای با ابریق چینی. بله. بسم مقام عظما دامت قاذوراتو، ای بر پدرش لعنت که پول مارم بالا کشید. ای لعنت که پول مارم بالا کشید. بله. بسیاری از بزرگان محدثان این رو در مسائل اقتصادی و مالی آوردن. نمونه بارزش به هر حال همین روزی حرام هست. راه های کسب درآمد حرام هم بسیار است. از جمله 2 تا فعالیت هست که خیلی تاکید شده است. یکی کار حوزوی یعنی آرمیدن و لمیدن و لنباندن، و یکی تجارت یعنی یکی فقاهت یکی ترکمانچای، یعنی همین قراردادی که با چین بستیم. بله. ظاهراً یکی زیرمیزی است یکی عظمایی. معمولاً انسان‌ها در 2 سر زندگی مشکل دارن. یکی در آغاز جوانی است، ثروتی ندارد معمولاً، مثل همین علی گدای خودمان. بله. یکی در پایان زندگی و پیری است، ممکنه ثروتی اندوخته است، ترس از جان داره. قرارداد با چین جمع بین این 2 است، یعنی جمع بین وضع خراب عظما و پول بادآورده ملت. نمونه ای رو که ما میتونیم بگیم مقام ولایت ثروت حرامی دارد اما موقعیت اجتماعی ندارد که حالا کاروان تجارتی را ببرد تا FATF. چین جیب گشادی دارد علی برکت الله. بله. عظمای بدبخت توانایی حمل بار داره. خب این توانایی با اون ثروت با هم جمع بشن، هر 2 سود ببرن. این قرارداد بسیار خوبی است. ببینید راه ها سخت نیست، دشوار نیست، فقط عظما راه رو باید بلد باشه، بدونه، بشناسه. وکالت، شما پول رو به چین بدید، بگید شما از طرف من وکیلی، با پول من حال بکن، مملکت رو بچاپ یا مزد خودتم بردار و تو رو به من بده. اشکالی هم ندارد ماهیانه علل حساب چیزی بذارید، بگید عظما افسارت رو به من بده. بنابراین با وکالت به راحتی می شود پولی را در اختیار دیگری گذاشت و سود حرام به دست آورد. ولی مهم این است که ما این کلک ها را یاد بگیریم. قبلا به عرضتان رسید اونام اگر قسمت کسی شد و رانتی به دست آورد از اون طرق، اونم حلاله، میتونه باش بار سفر رو ببنده. البته اگه مردم کارمون رو نسازن و فاتحه مع الخطرات. بله.